با سلام خدمت تمامی دوستان. امروز یه فرمون پژو را داریم که با عیب روغن ریزی، سر و صدا و سفتی فرمون به ما مراجعه کردن و مراحل اوراق و منتاجش رو با هم میبینیم. در ابتدا 2 تا شلنگ 12 روی شیر فرمون رو باز میکن. بعضی موقع است که این شلنگا به علت سفتی زیاد باز نمیشه، پس بهتره با چند تا تقه نرم اقدام به باز کردن شلنگا بکن. بعد از باز کردن شلنگ ها نوبت به پیچ های کمک است. با بوکس 55 اول ابتدا ستاره رو باز کرده و سپس با بوکس 19 پیچ بعدی رو باز کنید. توجه داشته باشید زیر کمک باید یک واشر باشه. نذاشتن این واشر توی کارکرد جک فرمون تاثیر میذاره و جک شما به صورت کج بسته شده و منجر به روغن ریزی مجدد میشه. مرحله بعد نوبت باز کردن رگلاج میل شانگی. با بوکس یا آچار 11 در پوش رگلاج رو باز کنید. اول 2 تا پیچ 11 رو شل کنید. بعد با فشار دادن در پوش باز کردن پیچا در پوش را از پوسته جک فرمون جدا. توجه داشته باشید پنر و مطلقات داخل در پوش به بیرون پرت نشود. حالا با یک خرباز کن بوش کاوچویی داخل پوست رو جدا کن. مرحله بعد نوبت باز کردن شیر فرمونه. 2 تا پیچ روی پوسته رو میتونید با آلن 6 باز کنید و شیر رو از پوسته جدا کنید. بعد از باز کردن پیچ ها شیر فرمون از میل مغزی گرفته و جدا کنید. زیرا گرفتن پوسته شیر فرمون باعث جدا شدن این پوسته شیر فرمون از میل مغزی میشه و میتونه به کاسه نماد شیر فرمون آسیب بزنه. مرحله بعد نوبت باز کردن غرغریه. گردگیر را از پوسته جدا کنید و میل شانه ای را از طرف دندانه ها روی گیره ببندید و با آچار لوله‌گیر اقدام باز کردن غرغری. بعد از باز کردن غرغری میله شونه ای را از داخل پوسته در همونطور که میبینید بوش داخل جک فرمون کاملا شکسته و موجب سر و صدا میشه. پس پوسته رو به گیره ببندید. با یک دستو و چکش اقدام به در آوردن بوش داخل جک فرمون. با دستو لبه بیرونی بوش را بشکنید و بوش رو در جای بوش قبلی رو کاملا تمیز کنید
حالا که تا اینجا اومدی این ویدیو رو لایک کن و چنل ما رو ساب کن تا از ویدیوهای جدید ما مطلع شی. در ضمن نظرتون تو کامنت ها برام بنویس. روش جدید رو میتونید با استفاده از این ابزاری که خودم ساختم با ته مشعلی پلاس پرد هست جا بزنید. روش رو کاملا روی ابزار سوار کنید. حالا کمی گریس دورش رو چرک کنید تا به جا دادن راحت‌تر روش بتون کنید. الان بوش رو سر جای خود گذاشته و با یک ضربه چکش بوش رو به داخل می‌برد. توجه داشته باشید بوش کاملا سر جای خود جا افتاده باشه. این صورت. از آن دوباره پوسته جعفرونی رو روی گیره ببندید. میل شانه‌ای رو بردارید و گردگیرهای پاره رو از روی این جدا کرده و کاملا میله رو تمیز کنید. همینطور که میبینید میل شانه تمیز شد. گردگیر جدید رو از نایلون در آورید و آماده کنار دستتون بذارید. حالا میل شانه ای رو کاملا با گریس چرک کنید. داخل بوش جعفرمون رو یکم چرک کنید. حالا با جا دادن گردگیر روی میل شانه‌ای اقدام به جا دادن روی پوسته رو انجام بدید. میله رو تنظیم کنید و با یک فشار ساده اون رو به داخل پوسته هدایت کنید. محل جایگذاری شیر فرمون رو قشنگ تمیز کنید. به اندازه لازم گریس در محل جایگذاری شیر فرمون بذارید و سپس اقدام به جا دادن شیر جدید کنید.
طبق تصویر شیر فرمان را سر جای خودش قرار داد. حالا دو تا پیچ آن را بسته و سفت کنید. پیچ ها را به اندازه لازم سفت کنید، چون فشار آوردن زیاد به پیچ ها باعث عرض شدن جای پیچ میشه. حالا نوبت جا زدن بوش هلالی. کمی گریس به محل جایگذاری بوش هلالی بزنید. بوش هلالی رو طبق تصویر جا بزنید. الان متعلقات داخلش رو بذارید که شامل فنر و یه ساجمه پشت فنر می باشه. روی درپوش دو تا واشر هست. توجه داشته باشیم که این واشرها سر جای خود باشه. با کمی فشار میتونید درپوش رو به راحتی سر جای خود ببرید. حالا با آچار 11 پیچ‌های درپوش رو به اندازه لازم سفت. گریس های اضافی که از دور درپوش بیرون زده رو کاملا تمیز کنید. بعد از بستن درپوش به این نکته توجه کنید. سفتی زیادی میده داخل پوسته باعث سنگین شدن و گیر کردن فرمون میشه. پس بهتره به اندازه لازم رو رگلاج کنید. برای رگلاج کردن میتونید واشرهای داخل درپوش رو کم و زیاد کنید تا به این حد از نرمی برسه. گردگیر جدید و سر جای خودش جا بزنید.
برای اینکه گردگیر هوا نگیره میتونید 2 تا سوراخ ریز روی گردگیر بزنید. حالا نوبت بستن جک فرمون. طبق شکل یک فرمون را سر جای خود قرار داد. حالا پیچای یک فرمون رو ببرید. به این واشر توجه کنید. این واشر در زیر دوش جک فرمان قرار دارد و فاصله بین پوسته و جک رو پر تا موجب کار کردن راحت‌تر جک فرمان بشه. حالا پیچ‌ها را به اندازه کافی سفت. حالا میتونید با بستن قسمت دندانه‌ای میل شانه‌ای اقدام به بستن گرگری فرمان. برای تعویض گردگیر بعدی که روی گرگری سوار شده، گرگری و سیاق فرمون را از همدیگه باز و جدا کن. گرگری را تا ته سر جای خود ببندید و سپس اقدام به بیرون کشیدن گردگیر کنید. بعضی موقع ها گردگیر گیر میکنه و بیرون نمیاد. با چیدن یک قسمت از لبه گردگیر میتونید اون رو به راحتی از سر جایش بیرون بیارید. حالا گرگری رو کاملا سفت کنید. بعد سفت کردن کامل گرگری اقدام به جا زدن گردگیر جدید. گردگیرهای نوع میشون دارای لبه سفت. با خار باز کن این لبه سفت رو به نرمی باز کن.
و سپس سر جای خود طبق تصویر جا بزنید. توجه داشته باشید که انتهای گردگیر کاملا روی شیار نازک قرقری جا. در آخر با گریسکاری مجدد نیلچانی از طرف شیر فرما گردگیر جدید رو سر جای خود جا میزنید. مرحله آخر نوبت بستن لوله های 12 و سیخم و چرخم. ابتدا شلنگ چرخم و سر جای خودش میاد. شلنگ چرخم روی قسمت سمت راست جک و سوراخ پایینی شیر فرمون بسته میشه. در هنگام بستن شلنگ ها روی شیر فرمون دقت لازم رو داشته باشید، چون با کج بستن شلنگ ها رضای شیر فرمون هرز میشه. حالا شلنگ سیخم و سر جای خود جا بزنید. از روی جک سوراخ سمت چپ و از روی شیر فرمان سوراخ بالا. در بعضی از شیر فرمان ها این شلنگ ها مخالف همدیگه بسته میشه، پس در انتخاب شیر فرمان دقت کنید. شلنگ ها را از قسمت شیر فرمان به اندازه کافی سفت کنید، چون سفت کردن اضافی باعث عرض شدن شیر فرمان میشه. بعد از سفت کردن شلنگ سیبک فرمان را سر جای خود می‌گذارید. حالا جعبه فرمان آماده نصب روی ماشین.